برای بحث بیشتر در این مورد دکتر حمیدالله مفید آگاه روابط بین الملل با ماست. مفید صاحب سلام. چرا پاکستان دست به حملات هوایی بر برمل و کابل زد؟ آیا این اقدام نخستین واکنش اسلام آباد به گسترش روابط دیپلماتیک میان امارت اسلامی افغانستان و هند است؟ جناب ساده صاحب اجازه بدین که درودهای بسیار پرمهر و گرم صمیمانه خدا خدمت شما، همکاران تکنیکی به ویژه جناب هاشمی صاحب و بینندگان گران ارجتان از جرفای دل تقدیم کنم و در پی از آن البته چندین دلیل میتونه وجود داشته باشه. اول پاکستان ادعا کرده که خب دلیل مرموز مادن و دلایل داره که دلایل آشکارا یا آگاهانه که از جانب منابع پخش میشه که دلایلی که مرموز و پیچیده است که روی علت وجود داره. در دلایل آشکارا پاکستان ادعا کرده امروز که از روزنامه جنگ هم بازتاب داده که نورولی محسود رهبر پی تی تی در کابل دیده شده. بنابراین یک گروه از در کابل یک گروه در پکتیاسی بمباردمان فقط علیه از اونها است که ما چندین بار از حکومت یا دولت امارت اسلامی افغانستان خواهش کردیم که تی تی پی را اجازه ندن در افغانستان فعالیت کنه، ولی گویا اونا دیده شدن و اسنادی که اونا پیشان وجود داره به تخیل خودشان گویا نورولی محسود دیدن و اما اسناد واقعی که در خلاف یا در زیر تکست یا در پنهانگاه از این مسئله نهفته است. این که شما میدانید که مناسبات سیاسی بین پاکستان و هند و جنگ 45 روزه که جریان داشت و رویدادهای اخیر تقریبا سال 1947 که پاکستان و هندوستان در کنار هم ایجاد شدن در روی مسئله کشمیر و اساس تقسیمات که بدبختانه انگلیس برتانوی کشمیر را دو بخش تقسیم کرد، کشمیر هندی و کشمیر پاکستانی، و پاکستان همیشه ادعا داره که کشمیر یک منطقه مسلمان نشین و از تاریخ مربوط به اوناست، گرچه از لحاظ تاریخی کشمیر مربوط به سرزمین خراسان افغانستان امروزی میشه و چنانچه که حتی فردوسی خودش گفته ز کابل و کشمیر و از کندهار شمار آنوات زین شمار. ولی به هم حال ادعای پاکستان که گویا کشمیر از پاکستان است با این نادرست تقسیم کردن. همیشه جنگ جریان داره، در اینجا جنبش‌های آزادی بخش تقویت میکنه پاکستان و وقتی که امارت اسلامی برای نخستین بار با اساس فیصله نامه شورای امنیت ملل متحد که با سرپرست وزارت امور خارجه اجازه دادن تا یعنی توافق فیصله نامه 9988 2012 شورای امنیت ملل متحد ملغا قرار دادن در مورد مسافرت وزیر امور خارجه. بنابراین نخستین سفر از این به کشور هندوستان، بعداً به روسیه و در روسیه نخست بعداً به هندوستان که عامل اصلی اجازه دادن یا مجوز بودن از این مسئله است، موجب شده تا پاکستان یک مقدار عصبانی شود. دوستی افغانستان با هندوستان یک از عوامل اصلی است که حکومت پاکستان به اصطلاح تحت فشار قرار میده. اتحاد افغانستان با هندوستان در روی مسائل مختلف که افغانستان هم مسئله حقوق حقیقی مردم پشتون و بلوچ همیشه مطرح میکنه و هندوستان هم در این مسئله با بلوچ‌ها همکاری میکنه. اینا عوامل هستند که شما میبینید چند روز پیش رویدادهای وحشتناک در پاکستان واقع شد، انتحار، ترور و کشتار که از جانب طالب کس مسئولیتش نگرفته، گای بالای بلوچان یا 9 جنبش بلوچ آزادی خواهی بلوچ متهم ساختن و همچنان پی تی پی را یعنی تحریک طالبان پاکستان. این مسئله موجب شده که پاکستان عصبانی شده و این بمباردمان انجام بده. البته این خلاف ماده 16 منشور سازمان ملل متحد است و خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر است. هیچ کشور خودسر حق نداره که در خاک یک کشور دیگر تجاوز کنه و البته متاسفانه اوضاع در افغانستان طوری است که ما دافع هوایی نیرومند نداریم. اونا با بسرنشینش و یا پهبادا بگوییم یا با درونهاش افغانستان تهدید میکنه. همچنان با طیارات مختلفش به ویژه پاکستان انواع اقسام طیارات چینیایی داره که اون طیارات میتونه بمباردمان کنه به سلامت بره از افغانستان. متاسفانه این حالت جریان داره. بفرمایید. مفید صاحب، امارت اسلامی هشدار داده که پیامدهای این اقدام متوجه ارتش پاکستان خواهد بود. به نظر شما چه اقدام امارت اسلامی انجام خواهد داد؟ البته با در طریق باید از کنیم که اگر ما بخوایم که دو کشور ارتش یا اردو یا نیروهای مسلحشان با مقایسه کنیم قابل مقایسه نیست. پاکستان در حدود 1 تا 2 میلیون سرباز و افسر آماده داره
افسرهای نظامی جنگیده داره، تقریبا حدود 54 تا 55 کلاهک اتمی داره، انواع و اقسام راکتایی که کلاهک اتمی را انتقال میته داره. پاکستان طیارات مختلف داره، همچنان طیارات میراژ فرانسوی داره، طیارات جت جنگی F-16 و F-15 امریکایی داره، طیارات چینایی G10 G15 داره. پاکستان بسیار مسلح است، تانک‌ها داره، انواع اقسام توپ‌ها داره و با استفاده از تمام امکانات جنگی توانایی افغانستان بسیار محدود است. یک مقدار اسلحه و افزار جنگی تانکایی که از دوران ایالات متحده آمریکا و برآمد ناتو مانده، اونا اکثرا نیمه فعال هستند. ما نیروی هوایی نداریم، نیروی هوایی ما فقط به چند فروند هلیکوپتر می‌کنیم. از لحاظ جنگی ما هیچ چیز کرده نمیتونیم. افغانستان توانایی جنگی با پاکستان به هیچ وجه نداره، اما یک چیزی که افغانستان داره ایمان است. با اصطلاح سربازان، افسران و به ویژه نیروهایی که میتوانند نیروها را به اصطلاح بدری‌ها یاد کرد، توانایی بدریات اندازی است که خب در داخل پاکستان میتونم برنامه انتحاری بسیار منظم انجام بدن و وضعیت امنیتی پاکستان بسیار به سرعت خراب بسازه. فقط اینمی امکانات فعلا امارت اسلامی داره و دیگه هیچ نوع امکانات رسمی جنگی که بتونه با پاکستان بجنگ نداره. اگر پاکستان بخواد افغانستان میتونه بسیار به سرعت از لحاظ محاربوی تسخیر کنه و یا هر حالت دیگه را درش بیاره، ولی از لحاظ ایمان یگانه امید امارت اسلامی ایمان سربازا و افسرها و سربازایش است که فقط دمی میتونه اتکا کنن بس. البته ایمان یک مقدار است، ولی افزار جنگی روز که اول در جهان میزنه که متاسفانه ما توانایی جنگی نداریم. اگر ما میگیم هم فقط روی احساسات است و بس. درست. مفید صاحب، من حیث آخرین پرسش، هند اعلام کرده که سطح روابط خود با امارت اسلامی را افزایش میده و احتمال داره سفارت خود را در کابل بازگشایی کنه. آیا در صورت بازگشایی سفارت دهلی نو امارت اسلامی را به رسمیت خواهد شناخت؟ در صورت چنین اقدامی از سوی هند، واکنش کشورهای مانند پاکستان و ایالات متحده چه خواهد بود؟ من فکر میکنم که هندوستان یک تعامل گسترده سیاسی تامین میکنه، نه مناسبات سیاسی. تعامل سیاسی به اساس کنونسیون ویانا یا وین یا ویانا میتونه که دو کشور به سطح سکرتر اول سفارت چارلز زافر و بخشای نظامی و از اطلاعاتی رو با هم تبادله کنه، مسئولانش اجازه بده برای کارمندان مسائل ویزا و دفتر و اینا رو فعال بسازه. اما من فکر میکنم که هندوستان بنابر تصامیم مختلفی که 26 تصمیمی که از جانب شورای امنیت ملل متحد گرفته شده و با ویژه تصامیم و طرحهایی را که یک مقدار از او که باید از جانب امارت اسلامی تعمیل شود یا عملی شود، تا روی شرایط فکر میکنم که هندوستان آمادگی برای رسمیت شناختن و تامین مناسبات مانند روسیه به سطح سفیر نداشته باشد. چنانکه که تا حالا هم روسیه سفیر افغانستان نه رئیس جمهور روسیه، نه صدر اعظم و نه وزیر دفاع وزیر خارجه پذیرفته. و من فکر میکنم که هندوستان تنها یک تعامل سیاسی میکنه، یعنی اجازه میده که تمام کنسولگری ها و تمام سفارت ها به امارت اسلامی تعلق بگیره، بیرقش بالا شود، ولی در این سطح اکتفا میکنه. اتشه تجارتی باید باشد که مناسبات تجارتی تامین شود، اتشه مطبوعاتی باید باشه و مسائل استخباراتی که با هم روی مسائلی که لازم است تبادله کنند که هم اتشه نظامی باید باشه، سکرتر اول دوم سفارت. ولی فکر نمیکنم به سطح سفیر جرأت داشته باشه یا متاسفانه بگیم که تحت فشار بین‌المللی و ملل متحد فکر میکنم که تامین نخواهد کرد. از اون لحاظ دید من تنها میتونه که یک تعامل گسترده و وسیع سیاسی تامین شود، ولی نه به سطح تبادل سفارت و به خصوص سفارت و که تبادل شوند تا وقتی که اعتمادنامه رسما از جانب شخص اول رهبری کشور، مثلا از هندوستان شخص صدر اعظم آقای مودی باید اعتمادنامه سفیر فرستاده شده بپذیره و در افغانستان هم باید سفیر هندوستان که میاد شخص رئیس الوزراء باید شخص رئیس الوزراء یا شخص امیرالمومنین رهبر امارت اسلامی طالبان و به اصطلاح باید اعتمادنامه را بپذیرند که البته در افغانستان شاید این رقم انجام نشه. شاید شخص رئیس الوزراء و یا وزیر خارجه اعتمادنامه را وزیر خارجه نباید بپذیره. این سطح دیپلماتیک مناسب دیپلماتیک لازم نیست. از اون لحاظ من فکر نمی‌کنم که مناسبات گسترده و سیاسی تامین شود. سپاس از حضورتان در برنامه دکتر حمیدالله مفید، آگاه روابط بین الملل.
از شما جناب سادات صاحب یک جان سپاسگزار و از برنامه وزین و بسیار گسترده و همه جانبه تلویزیون یک سپاسگزار. سپاس از شما.